چه خیلی در سیستم دوری مندلیف ما متال ها رو از غیر متال فرق کنیم. اول ما با سه روچکا از بور تا استات یک خطی راست میکشیم. بعد از المنت هایی که از طرف چپ جایگیرن داخل میشوند با متال ها، مثال لیتی، ناتری، کالی، کلسی. همه المنت هایی که از طرف چپ شما ببینید داخل میشوند با متال ها، مثال گرمانی، گالی، ایندی و دیگر ها. از طرف راست باشد همشون داخل میشوند با غیر متال ها، مثال کربن، نیتروژن، اکسیژن، فتور، نئون، فسفر، سولفور، خلور، ارگون. و باید به نظر داشت که همه المنت های ایلاوگی داخل میشوند با متال ها. المنت های ایلاوگی ما کدامند؟ در اینجا مثال تیتان، وانادی، خروم، منگان، آهن، کوبالت، نیکل و همه لانتانوید و اکتینوید هایی که آنها داخل میشوند با ایلاوگی ها همشون داخل میشوند با متال ها. و ما در هر سیستم دوری داریم گروه از بالا و پایان جایگیرشوی المنت ها را گروه میگن. بعد هر یک گروه از قسمت اساسی، زیرگروه اساسی و ایلاوگی عبارت است و زیرگروه اساسیشون در سیستم دوری نام دارد. مثال زیرگروه یکی اساسی نام دارد متال های اشقاری. برای چی را متال های اشقاری میگویند؟ برای که متال های گروه یکی اساسی مثال لیتی، ناتری، کالی، روبیدی، سزی، فرانسی آنها هنگام با آب ریاکسیون کردن اشقارها حاصل میکنند. گروه دوی اساسی نام دارند متال های اشقار زمینی. متال های اشقار زمینی با متال های اشقار زمینی چی داخل می شود؟ کلسی، استرونسی، باری، رادی. متال های بریلی و مگنی داخل نمی شوند که این را ما در درس آینده میگذاریم. گروه سه اساسی نام دارد گروهچه بار. گروه 4 اساسی باشد نام دارد گروهچه کربن. از روی چی نام‌های این گروه ها داشته است؟ از روی بار و کربن، برای که یکمین المنت آنها از گروه 3 رو بار است، از گروه 4 کربن است. گروه 5 اساسی رو میگویند پنیکتوگن ها. پنیکتوگن ها معنی کلمه پنیکتوگن از کلمه یونانی گرفته شده است. معنایش گاز های خفه کننده میباشد. این از سببی که نیتروژن و فسفر پیوستگی های گاز های خفه کننده حاصل میکنند، مثل آمیاک، فسفین و دیگرها. گروه 6 اساسی باشد هالکوگن ها نام دارد. هالکوگن ها این هم کلمه یونانی میباشد که در معنایش معدن حاصل کننده ها میباشد. از کلام سبب سولفور، سلن و تلور المنت هایی که در زیرگروه همین داخل میشوند معدن های بسیار حاصل میکنند. گروه 7 اساسی باشد گالوگن ها. گروه 7 اساسی رو میگن گالوگن ها. گالوگن ها معنی کلمه گالوگن نمک حاصل کننده ها میباشد. از کلام سبب که همین گالوگن ها مثل فتور، خلور، بروم، یود، استات اینها نمک های بسیار حاصل میکنند. مثل дарси пурраро метавонед аз телеграм канали мо дастрас намоед. Ссилкаи он дар описания гузошта шудааст.